وقتتون بخیر. اومدم با آموزش این موتیف زیبا. میتونید استفاده های زیادی ازش به کار ببرین. پتو، رو تختی، دستگیره های تزئینی و خیلی از استفاده های دیگه. من آموزش موتیف رو براتون میذارم دیگه، کاربردش برای شما. ببینید تنوع رنگ دست شماست. من تنوع ببینید رنگ های زیادی دارم. شما هم هر رنگی که خواستید میتونید استفاده کنید. من رنگ زرد رو انتخاب میکنم. نوع نخم بستگی به خودتون داره، ولی من نخ نازک اکریل باف رو دارم و قلاب منم شماره 3 میلیمتره. شما میتونید قلاب و نختون رو با هم هماهنگ کنید. برای این کار ببینید ما اول با هر نخی که دوست داشتیم 12 تا پایه کوتاه توی حلقه ماجیک رینگ میزنیم. حلقه ماجیک رینگ چجوری هستش؟ یه چرخ میزنیم دور دستمون و قلابم رو وارد میکنم و نخم رو میکشم و درش میرم. ببینید اولین گره که بزنم میشه اولین زنجیره من. یه زنجیره میزنم و داخل این 12 تا پایه کوتاه میزنم. شما 12 تا پایه کوتاه رو بزنید، من برمیگردم. ببینید دوستان، من حلقه جادویی رو که زدم 12 تا پایه کوتاه. رج 2 رو میخوام شروع کنم. رج اول با 12 تا دونه رو پایه کوتاه بافتیم. رج 2 من یه گره میندازم، یه پشت میل میزنم و داخل اولین حلقه و یک پایه بلند. ببینید یک پایه بلند. من باید اینجا الان پایه ذرتی بزنم. پایه ذرتی چجوره؟ ببینید یه پشت میل میزنم و روی اولین حلقه یک پایه بلند میبافم. 5 تا پایه بلند در اولین حلقه میبافم. 2 3 4 و 5. ذرتی چیکار میکنیم؟ اینو در میارم، وارد اولین حلقه میکنم و نخمو میکشم بیرون و 3 زنجیره میزنم. 1 2 3. الان ببینید برای ذرتی بعدی یکی رو رها میکنم و وارد زنجیره بعد میکنم و دوباره ببینید یک دانه ذرتی میبافم. 2 3 4 و 5. 6 تا پایه ذرتی به فاصله زنجیرهای 3 تایی من باید داخل دور تا دور این ببافیم. ببینید دوستان، وقتی که ما 2 4 6 تا پایه ذرتی بافتیم، بعد اینکه 3 زنجیره زدم وارد این حلقه میشیم و نخو قیچی میکنم و این رج رو به پایان میرسونم. سوم، ببینید دوستان، رج سوم رنگ رو من گره میزنم سر قلابم، وارد زنجیره های 3 تایی میکنم و 5 پایه کوتاه میبافم. 5 پایه کوتاه. دستتون رو صفر بگیرین، اینم بکشین و با نخهای اضافه رو لابلای نختون باید پنهان کنید. 2 3 4 5. یک زنجیره و داخل زنجیره بعدی دوباره 1 2 3 4 و 5. دور تا دور انجام بدید. ببینید داخل تمام زنجیرهای 3 تایی 5 پایه کوتاه، ما بینشون یک زنجیره و به آخر اول رج وصل میکنیم و نخو قیچی میکنیم. 4. ببینید دوستان، بر رج 4 نخو گره میزنم سر قلاب، یه پایه بلند میزنم و داخل زنجیره های تکی ما بین اینها بود که زده بودیم 3 پایه بلند نیمه. یعنی چی؟ یعنی یکی میبافیم، کامل میبافیمش.
این 2 تا و این 3 تا و الان هر 3 تا رو با هم یکی میکنیم. خب و 3 زنجیره 1 2 3. دوباره همینجا 3 پایه بلند نیمه 1 2 3 و به فاصله 5 2 3 4 5. چی شد؟ داخل این زنجیره های تکی 3 پایه بلند نیمه 1 نیمه یکی شده 2 3. خب و 1 2 3 دوباره داخل همین فضای تک زنجیره 3 پایه بلند نیمه یکی شده به فاصله 5 زنجیره. کل زنجیر بافتمون رو انجام میدیم و به اول رج وصل میکنیم. دوستان برای رج پنجم ما نخمون رو گره میزنیم و داخل زنجیره های ستایی یه پشت میل میزنم. داخل زنجیره های ستایی اینجا 7 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 و 3 زنجیره 1 2 3. دوباره داخل فضای 3 زنجیره 7 پایه بلند 1 2 3 4 5 6 و 7 و ادامه میدیم تا رج رو تمام کنیم. ششم، ببینید در رج ششم ما روی دومین زنجیره از 3 تا زنجیره یک پایه کوتاه میبافیم. یک زنجیره. ببینید این 7 رو ما چجور کار میکنیم. روی اولین زنجیره یه پایه کوتاه، روی دومی یه پایه کوتاه، یک زنجیره، یک 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 پایه کوتاه، یک پایه کوتاه، یک زنجیره و دوباره اینجا یک پایه کوتاه. دوباره یک زنجیره، همینجوری تکرار میکنم. یک پایه کوتاه، یک پایه کوتاه. اینجا دوباره ما بین پایه کوتاه ها ما باید یک زنجیره بزنیم تا به اون دوتای آخر که برسیم بدون فاصله هست و یک زنجیره. دوباره وسط این 3 تا یک پایه کوتاه. همین رو تا آخر ادامه میدیم. رج 7. ببینید دوستان برای رج 7 من نخو که گره زدم سرش. این زنجیره وسط رو یک پایه کوتاه میبافم. 2 زنجیره میزنم. الان ببین چیکار میکنم. روی این 2 تا نه، این 2 تا نه، روی اینا من زنجیره میبافم. ببینید پایه کوتاه اینجا. یک زنجیره، یک پایه کوتاه، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه، یک زنجیره و 2 زنجیره و روی این باز یک پایه کوتاه. الان 2 زنجیره میزنم اینجا روی اونجایی که ما زنجیره های تکی داشتیم. 1 2 تا 3 تا و 4 تا. 2 زنجیره میزنم و روی این یک پایه کوتاه میزنم. 1 2. ببینید همینجور ادامه بدیم و رج رو تمام. رج 8. ببینید برای رج 8 من نخم رو آماده کردم.
از این 7 که داشتیم برمیگردم و 4می رو 3/4 رو این دو نخو با هم میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. حالا چیکار میکنیم؟ 4 پایه بلند نیمه یکی شده میبافم. هرچی تو مسیرش بود و من میگیرم. 1 2 3 و 4. همه رو با هم یکی میکنم. ببینید دوباره 1 2 3 4 5. برمیگردم. 4 پایه رو پیدا کردم. یه پایه ایستاده کوتاه میزنم. دوباره 1 2 3 4 5. 4 پایه بلند نیمه 2 3 4 4 تا 3 4 تا. همه رو با هم یکی میکنم. 1 2 3 4 و 5. برمیگردم. 1 2 4 5. هر دوباره 1 2 3 و 4. ببینید همه رو با هم میگیرم. این دو رو تا آخر به همین طریق میبافیم و به اینجا وصل میکنیم. رج 9. دوستان برای رج 9 من نخ سبز انتخاب کردم. حلقمون رو که درست کردیم. خب برای شروع نخ قلابم رو میبرم زیر اون 2 تا زنجیره رج قبل، همزمان این زنجیره هم میگیرم و 2 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2. خب میگم دستتون رو شل نگیرین که 2 زنجیره و داخل زنجیره های تکی 2 تا پایه کوتاه 2 زنجیره میبافیم. خب 2 زنجیره. ببینید الان اینجا من زنجیره رو 2 تایی بود، همزمان مشکیرم میگیرم و 2 تا پایه کوتاه میبافم. 2 زنجیره. دوباره نخمو از اینجا رد میکنم، مشکیرم میگیرم، 2 تا ببین قشنگ صورتی و مشکیه. 2 تا پایه کوتاه 2 زنجیره. اینجا دیگه لازم نیست اون زنجیره پشت رو بگیریم، کشیده میشه. همین وسط کار این کار رو انجام بدین کافیه. و 2 زنجیره هامون رو میبافیم. ببینید 1 2 3 4 5. هر هلال باید 5 تا داشته باشه. اینم ببافین و 2 تا زنجیره رو که زدین به اینجا وصل میکنید و نخو قیچی میکنید. 10. دوستان برای رج 10 من نخم رو آماده کردم. مابین فضای زنجیره های 2 تایی ما 3 پایه بلند نیمه میبافیم. از اینجا شروع میکنم. 1 نیمه 2 و 3. ببینید دوستان به فاصله 3 زنجیره 1 2 3. دوباره اینجا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 و 3 زنجیره 1 2 3. دوباره 1 2 3.
و 3 زنجیر 2 3 این ور دوباره 1 2 3 1 2 3 ببینید داخل هر کنگره 1 2 3 رج 11. ببینید برای رج 11 من نخم آماده کردم. اینجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. خب الان 3 تا پایه بلند نیمه من روی این رج میبافم که اینم با خودم میگیرم. 1 2 و 3 همه رو با هم یکی میکنم. نخمو میکشم 2 تا دیگه پایه کوتاه روی همین من میبافم. ببینید اینجا ما 1 2 3 تا فضا داریم. یه 4 تا یه 5 تا یه 4 تا پایه کوتاه باید ببافیم. اینجا 4 تا 1 2 3 4 ولی اینجا 5 تا برای کنج های بافتمون هست. 2 3 4 5 اینجا 4 تا 1 2 3 4 ببینید دقیقاً این کنج هاست که باید 5 تایی باشه. بعد اینجا الان 2 تا پایه کوتاه 3 تا پایه نیمه 1 2 3 و 2 تای دیگه همینجا. ببینید 1 2 اینجا باز ما 3 تا فضا داریم. وسطی رو ما باید 5 تایی بزنیم. 5 تا پایه کوتاه 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ببینید این کنجا رو ما 5 تا میبافیم. این وسط رو تا آخر میبافیم و به اینجا وصل میکنیم. رج 12 که رج آخر ما هستش روی تمام زنجیره ها یک پایه بلند میبافیم به استثنای اینجا که زنجیره 5 تایی بود. پایه‌های کوتاه 5 تایی روی سومی 3 تا میبافیم. به خاطر چی؟ به خاطر که این هلالی ما به وجود بیاد. ببینید من با همون رنگ خودش هم ادامه دادم. 1 2 3 یکی این 2 تا ببینید باید دقیق بشمارید 120 تا باشه که برای وصل کردن موتیفا به مشکل برنخورید. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. خب یه 4 تایی دیگه داریم. 1 2 تا 3 تا 4 تا 1 2 3 4 خب الان رسیدیم به این 5 تایی. یکی میبافیم 2 تا میبافیم. ببینید سومی رو 3 بار توش میبافیم. 1 2 و 3 دوباره 1 2 خب این 5 تا الان رسیدیم به این 4 تا. همینجوری بشمارید و ببافین که به مشکل 1 2 تا 3 تا و 4 تا. دقیقا همینجوری میبافین. من به اینجا رسیدم نشونتون میدم. دوستان این موتیف اسمش پرنده بهشت هستش که با هم بافتیم. شما میتونید در رنگ‌های مختلف ببافین و به هم وصل کنید و یه پتوی خیلی قشنگ داشته باشین، یا مثل من که الان به صورت دستگیره دولایه بافتمش و ببینید و دوختش زدم. یه دستم براش درست کردم. حالت یه دستگیری تزیینی میتونید ازش استفاده کنید. امیدوارم ببافین
و از بافتنش لذت ببرید.